فکر میکنین روزه گرفتن فقط مختص رمضان و مسلماناست؟ نه، امسال ماه رمضان شروع شدنش مطابق شده با آغاز فستینگ مسیحیت. در جنوب اروپا ماردیگرا یا سه‌شنبه چاق فت تیوزدی آغاز یه روزه دراز مدت 40 خورده روزه است و در شمال اروپا فستلان آغاز 7 هفته روزه تا قبل از عید پاک ایستر یا پسکه دانمارکیه. برای همین قبل از این روزه رو شروع کردن یه جشنی داشتن، بسیار شادی میکردن و انواع غذاهایی رو که قرار بوده در طول روزه نخورن در اون روز میخوردن، مثل شیرینی ها و گوشت و غذاهای چرب و چیل. روزش فرقش فقط این بوده که گیاهخواری میکردن بیشتر، نه که اصلا نخوردن. امروزه از این روزه گرفتن چیزی باقی نمونده، ولی از جشنش و خوردن خوراکیاش باقی مونده، یعنی اون قسمت خوبش رو نگه داشتن. بر همین تو مغازه‌های دانمارکی انواع و اقسام شیرینیایی که بهش میگن فستلانس بالا، از این مدل‌های خیلی فنسی خیلی گرون قیمت 60-70 کرونی تا مدل‌های 5-6 کرونی خامه‌دار یا خشک میتونین در ماه منتهی به فستلانس دی بخرین و نوش جان کنین. امتحانش به شدت توصیه میشه. رسم دیگه باقی مونده از همون قرون وسطا شکستن یه بشکه‌ایه که در واقع یه کیسه‌ای بوده که قبلا گربه‌های سیاه که میگفتن جادوگرا توش مخفی شدن و مینداختن و با چوب میزدنشون. الان یه بشکه‌هایی میذارن پر از شکلات و شیرینی و خوردنی خوشمزه و بچه‌ها به نوبت میان با یه چوب بهش ضربه میزنن. سر یه ضربه اون نفری که پاستیلا و خوراکی‌ها میریزه پایین، اونو بهش میگن کتکنگ یا پادشاه گربه و کسی بعد ادامه میدن اون کارو تا آخرین تیکه اون بشکه شکسته بشه و بیفته و اونم میشه کتکنگ یا ملکه گربه. و اون چیزی که از بشکه بیرون میریزه، چون کار مشترک بین همه اون بچه‌هایی که به ضربه زدن، همه میتونن اونو بین همدیگه تقسیم کنن، همه ازش بردارن. اوه چیا گیرشون اومد. بوغم داریم. باتون با الان یه دونه پاستیل کامل. تو این روز همه مثل هالووین لباس میپوشن، ولی نه لباسای ترسناک، لباسای حیوانات یا بامزه یا ماسک میزنن. شکست همین الان که ما رسیدیم.
I heard. تو مدرسه هم کلاسی آموزن تو مدرسه کاستومش برنده شد ولی مثلا بهش بگم باید سرده عکس بگیرم از این میدونم پاستیل پستلاونمونه که میخوایم به شما نشون بدیم. اولین چیز از این ورداست. حالا میخوایم این رو یکیشون رو وست کنیم. وست کنیم این رویه توش از
آب نباتو چون بعد اینو باز و پودر. آره بعد احتمالا اون پودر ترشه، آب نباته رو من میزنن میدونستم چی بود گفت برای که ترشی سود نره. هی آب نبات رو لیست میزنی، دوباره میکنی تو اون پودر ترشه، دوباره لیست میزنی. اسید آره. ترش نیست مزه بازه باش پودر. نکنم کار کنه. بعد اول اینجور لیست بزنید بکنید تو برش بپر. نه اضافی رو بدیم به بعدی دیگه، به جای که نوبتی لیست بزنی شما یکی یکی برداریم من بدیم من. حالا میخوایم این رو یکیشونو آره یکیشونو واز کنیم ببینیم این بدیه نه توش آره چه؟ یه آب نباتو کنم بعد اینو واز و کنیم پودر. آره بعد احتمالا اون پودر ترشه، آب نباته رو من میزنن میدونستم چی بود گفتم برای که ترشی سود نره. هی آب نبات رو لیست میزنی، دوباره میکنی تو اون پودر ترشه، دوباره لیست میزنی. اسید آره. ترش نیست مزه بازه باش پودر. نکنم کار کنه. بعد اول اونجور لیست بزنید بکنید تو برش بپر. نه اضافی رو بدیم به بعدی دیگه، به جای که نوبتی لیست بزنی شما یکی یکی برداریم من بدیم من. ببینید شکلیه شکل بستنی نظرتون راجع به مزهش چیه؟ مزه چی میده؟ موز موز و چه فرنگی من مزه موز بیشتر میده. من بستنی نظرتون راجع به مزهش چیه؟ مزه چی میده؟ موز و چه فرنگی من مزه موز بیشتر میده. من از 1 تا 10 میخوام بهش 5 یا 4 بدم. من 3. من همون 4. به خیلی بسته بندیش نمره خوبی میدم چون که خیلی جذاب بود، یعنی بود زننده بود. این خوشگل سره اینو که من خودم برداشتم. اینو هم بیده آیا تو تعریف کردی که چه اتفاقی میافتاد اونجا؟ بچه ها داشتن برمیداشتن، اینم براتون جالبه. اونجا که پاستیلا ریخت از هرچی بود بیرون اینجوری بود که همه میدویدن دنبالش پاستیلا. بعد من اینجوری ساکت بار میستادم بعد آدم خالم میدادم میرفتم جلو و اینجوری آقاهه که اونجا بایستاده بود با پاستیلا اینجوری اونا رو هل داد کنار، اون کیسه رو آورد پیش من، پاستیلا رو اینجوری جلوی من گذاشت گفت تو زیاد صبر کردی الان نواسه تو شده. حالا میخوایم اینو باز کنیم بخوریم. این تو این شکلیه توش با مزه لیمو و از 1 تا 10 میخوام 5 نصیب 6. من 6.5. هلو من که نخوردم. نه من یه کوچولو من 7 میدم. منم 7 یه کوچولو عوض کردم. 7 میخواستم بدم ترش دوست دارم.
مزه لیمو دیگه. حالا میخوایم اینو بخوریم. حالا واسه شکلات توش توش هم این شکلیه. الان من میخوام نصفشو بخورم. حالا حالش برام خوردیم. حالا حالش با هم کن. این شکلاته اسمش سویت مومنتس بود. شکلات ایتالیاییه. در حدی به نظر هانا بدمزه بود که رفت توفش کرد. حالش هم داشت به هم میزد. خیلی بعدش اومد. نمیدونم من نشنیدم ولی حالا هانا به هم زد. به نظر آنیتا خیلی معمولی اومد. نه خیلی خوشمزه نه اون همه که حالا آدم معمول بخوره. من از 1 تا 10 1 میدم. من مزه شکلات معمولی میداد برای همین 4 5 میدم. تو چی چیزی بود که اذیتم؟ توش مزه شکلات میداد. این شکلات کاراملیه اسمش فلابه. حالا وازش کنیم. حالا وازش کردیم. 2 تاست. اینجوریه. از 1 تا 2 میدم. من فکرم 2 منم 2. نسبت 1 خیلی بدمزه بود. نه شکلاتش خوشمزه بود. یاد شکلات قدیمای تو ایران اومدم. میشه خیلی زیاد شیرین بود اولا. از 1 من 2. من 1. نه خیلی زیاد شیرین بود. مزه کارامل توش خیلی زیاد بود. یا خیلی هم مزه قدیمی چیزی میداد. نه کجایی بود؟ نمیدونم. نوشته الان این شکلات معمولیه. شکلات ملک شکلات همینجوری رو مزه میکنیم حتی که خیلی معمولیه ولی خب شکلات معمولیه مزه کنیم. این کوچولو از 1 تا 10 اینجا 9 8 من اگه شکلات چیزه بود خوشمزه تر بود و اینکه من شکلات روشن خیلی قد چیزه دوست دارم و همین بهش 7 رو بدم. 7 این پاسلر که مزه نکرده بودیم بنک شکر شک نشیم اینا رو گذاشتیم موندیم ولی ممکنه توی ویدیو دیگه بابا اینا مزه بسه. ممکنه خیلی ممکنه از قول ندیم بقیهش رو نخوریم اصلا. نه اینم بقیه این چیزایی که مزه نکردیم. مرسی که ویدیو بابا رو دیدید. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. مرسی. تا مایک و البرز یادتون